این پسر زمانی که لباسهاشو در بیاره کاملا نامرئی میشه. اون رازهای مادرشو میفهمه و با دوستاش هر کاری بخواد و انجام میده و همینطور به داخل حمام دخترا میره و همون گوشه میشینه و هر زمانی هم که بخواد میره به داخل خونه دختری که از اون خوشش میاد. در اول کار این پسره که اسمش میشل هست میخواد یک لباس مرد عنکبوتی رو برای خودش بخره و پولشو میذاره داخل جورابش و میره به سمت مدرسه و این دختره هم اسمش استلا هست که میشل به شدت به اون علاقه‌منده و سر کلاس یواشکی شروع میکنه به فیلم گرفتن از این دختره. کمی بعد مادر میشل که یک پلیسه به اونجا میاد و میگه یکی از این همکلاسی هاتون 2 روزه گم شده و خونه‌شونم نیست و اگر کسی اونو دیده خبرشو به ما بده و بعدش هم میره به سمت پسرش و میگه این موزی که امروز برات گذاشتم و حتما بخور. این همکلاسیاش هم شروع میکنن به مسخره کردن و میگن تو پدری نداری و مادرت احتمالاً فتوسنتز کرده و باعث شده که تو به دنیا بیای. کمی بعد این پسر رو داخل دستشویی خفت میکنن و همه پولاشو از اون میگیرن. همون شب استلا خانوم اونو دعوت میکنه به یک مهمونی، اما این بنده خدا پول خاصی برای خریدن لباس نداره و میره به سمت یک فروشگاه و یک لباس قدیمی قهوه‌ای رنگو برای خودش میگیره. آخر شب مادرش به اونجا میاد و میبینه که این پسر از اون ناراحته و میشل میگه من میخوام بدونم که پدر من کیه و شما با کی دکتر بازی میکردی. مادرش هم داستان لکلک های مهربانو به اون میگه و میگه بهتره بری مهمونی و زر اضافی نزنی. 1 ساعت بعد این پسره میره به مهمونی و با استلا خانوم روبرو میشن، اما پسرها لباس قهوه‌ای رنگشو مسخره میکنن که باعث میشه اون اعتماد به نفسشو از دست بده و بعدش هم فیلمایی که مخفیانه از اون دختره میگرفته رو میذارن داخل تلویزیون اونجا و میشل هم میره به سمت حمام و همونجا میمونه. این پسر آرزو میکنه که نامرئی بشه و از اونجا بره بیرون. در همین لحظه یک رعد و برق میزنه به اونجا و برقای کل ساختمون هم میره. روز بعدی اون که از خواب بیدار میشه همه پشماش میریزن کف زمین و میفهمه که واقعا نامرئی شده و قابل دیدن نیست و برای همینم همه لباسا رو در میاره و مارمولک به دست همونجا میمونه. کمی بعد مادرش به اونجا میاد اما میشل رو نمیبینه و برای همینم از اونجا میره بیرون. این پسر با خودش میگه حالا که این قدرت رو دارم میرم به سمت اون پسرایی که منو اذیت کردن و یک چوب میکنم تو سوراخ گوششون. اون با کلی لباس و اینجور چیزا میره به سمت مدرسه که این کارو انجام بده و در همین لحظه متوجه میشیم یک مرد تارزان مانندی هم اونو زیر نظر داره. این میشل با تفنگای رنگی شروع میکنه به شلیک کردن به سمت معلما و میندازه گردن همکلاسیاش و همینطور به سمت برگه امتحانا میره و جوابهای درست رو برای خودش مینویسه و بعدش هم میره به سمت قلدر بعدی و یک چیزی رو میکنه اونجایی که نباید بکنه و باعث میشه که اون پسره بازی تنیس رو از دست بده. کمی بعد اون میره به سمت حمام دخترانه تا بتونه استلا رو ببینه و این بنده خدا کنترل اندامو میده دست پایین تنه و لخت مادرزاد محو تماشا همون بغلا نشسته. اما در همین لحظه یک حوله میفته روی اون و شروع میکنه به ظاهر شدن و این دخترها هم دیگه نیازی به لیزر کردن ندارن چون همگی با هم پشماشونو از دست میدن و از مدیر مدرسه میخوان که این پوفیوزو از اونجا بندازه بیرون. اونا با مادرش هم تماس میگیرن و میگن بیا پسر تو و مارمولکشو از اینجا ببر. در همین لحظه با مادر اون دوباره تماس میگیرن و میگن یکی دیگه از همکلاسی های میشل پیدا بشو نیست. کمی بعد این پسره دوباره شروع میکنه به نامرئی شدن و برای همینم میره به سمت خونهشون. اون به خواهرش میگه که از اتاق من برو بیرون، اما اون دختره در و الکی میبنده و متوجه میشه که بله و میشل هم برای اینکه داستان از این بیشتر قهوه‌ای نشه همه چیزو به اون میگه. این پسره هم همه لباسا رو در میاره و موز به دست همونجا میمونه و مادرش هم به اونجا میاد و با تلفن شروع میکنه به صحبت کردن. اینجاست که این پسره متوجه میشه که اون فرزند خونده هست و این زنه مادر واقعی اون نیست. کمی بعد اون میره به سمت دریا و شروع میکنه به تاب تاب عباسی کردن، اما در همین لحظه استلا خانوم به اونجا میاد و نزدیک بشینه یک جاهایی که نباید بشینه
بنشینه. این دختره میگه آیا کسی اینجا هست؟ و این پسره پوفیوزم میگه بله من یک فرشته هستم و این دو نفر با هم اوکی میشن و در همین حال تارزان داستان ما هم اونا رو زیر نظر داره. همون شب این پسره بدون هیچ لباسی میره به سمت خونه این دختره و اون یک پتو رو میندازه روی میشل تا بتونه اونو ببینه و بعدش هم میرن به سمت انجام کارهای خارجکی. اما در همین لحظه از شانس تخم مرغی این پسره دوباره شروع میکنه به ظاهر شدن و به سرعت قبل از اینکه دختره اونو ببینه از اونجا میره بیرون. روز بعدی میشل با دوچرخه میره به سمت دریا و این تارزان داستان ما به اونجا میاد و میگه سلام من باباتم. اون میگه من و مادر شما با هم دیگه بله و باعث شدیم که تو متولد بشی و مادر تو هم میتونست خودشو نامرئی کنه و این قدرت تو به خاطر اونه، اما در حال حاضر مادرت از دنیا رفته و منم برای همین تو رو گذاشتم جلوی خونه این زنه که تا الان فکر میکردی مادرته و این قدرتی هم که داری روز به روز شروع میکنه به بیشتر و قوی‌تر شدن. این مرد یک لباس خفن رو هم به اون میده و میگه از این لباس درست استفاده کن و دیگه جان ننت به حمام‌های زنونه نرو. کمی بعد این پسره با خودش میگه بذار برم داستانو به اصطلاح بگم و مخشو بزنم و برای همینم میره به سمت باشگاه اون دختره تا داستانو به اون بگه. اما میبینه یک مرد بیشرفی داره اونو به زور از اونجا میبره و این پسره هم هیچ غلطی انجام نمیده، اما سگش حمله ور میشه به سمت اون مرده ولی بازم اون دختر رو از اونجا میبرن. روز بعدی این دختره بیدار میشه و میبینه داخل یک آزمایشگاه اونو زندانی کردن و دکترای اونجا متوجه میشن که این دختره اون آدمی که دنبالش بودن نیست و اونو هم میذارن کنار دو پسر دیگه‌ای که اونها رو دزدیدن و روشون آزمایش کردن. در همین حال این مرده میره به سمت خونه میشل که اونو هم بیاره به اینجا، اما این پسره متوجه میشه که دست این مرده آسیب دیده و میفهمه که این همون مردیه که سگش به اون حمله کرده بود و برای همینم لباس مخصوصش رو میپوشه و از اونجا میره بیرون. در همین لحظه استلا خانومم یواشکی رفته بالای پشت بوم و شروع میکنه به علامت دادن. این پسره هم که فکر میکنه مثل من بتمنه میره به سمت اون تا بهش کمک کنه و از اونجایی که میتونه همیشه نامرئی باشه اونو از داخل آزمایشگاه میاره بیرون و بعدش هم به پلیسا آدرس اونجا رو میده تا به اونجا بیان و در آخر کار از اونجایی که خیلی پسر خوبی بوده میرن با استلا خانوم یک شیرموزی بزنن بر بدن و یک کلاس خصوصی با همدیگه داشته باشن. رفقا لایک ویدیو فراموش نشه. اسم این فیلم The Invisible Boy هست و اگر با این فیلم حال کردین بهتون پیشنهاد میکنم که حتما این ویدیو رو هم تماشا کنین.